امروز استراتژی یکی از اعضای کانال رو بهتون میگم که روش بسیار جالبی داره. این شخص تونسته با همین روش سودهای بسیار بزرگی رو به دست بیاره. این استراتژی نکات مهمی داره که برای همه اعضای کانال میتونه جذاب باشه. این روش برای همه بازارها از جمله جفت ارزها، کریپتو، طلا و سهام میتونه عالی باشه. پس توصیه میکنم این آموزش رو از دست نده چون نکات بسیار جذابی داره. قبل از هر چیز یک تشکر ویژه از همه دوستانی که توی تلگرام با بنده در ارتباط هستن داشته باشم. فکر می‌کنم نزدیک 200 نفر 250 نفر از دوستان توی تلگرام با بنده در ارتباط هستن که برای من واقعا جای خوشحالی داره. استراتژی هم که امروز در خدمتتون هستم استراتژی یکی از اعضای کانال هست که به نظر من واقعا روش بسیار جالبی داره که میتونه برای همه دوستان جالب باشه. این نکته رو خدمتتون عرض کنم. در انتهای این پست میریم یک نگاهی به چالش پراپ میندازیم و ببینیم وضعیتمون به کجا رسیده. امروز ما با 2 تا اندیکاتور کار داریم. اولین اندیکاتوری که ما استفاده میکنیم توین رنج فیلتر هست. همین اندیکاتور توین رنج فیلترز که توسط کولین مک نوشته شده. این رو به چارت اضافه میکنیم. موقعی که این رو به چارت اضافه میکنیم سیگنال های خرید و فروش بسیار زیادی رو به ما میده که ما بایستی به قسمت تنظیمات بریم و تنظیمات رو تغییر بدیم. فست پریود روی هم 27 میمونه. فست رنج رو ما تبدیل میکنیم به 2 و اسلو پریود روی همون 55 میمونه. سلو رنج رو هم روی 3 قرار میدیم. همونطور که میبینید یک مقدار سیگنال هایی که به ما میده کاهش پیدا کردن. باز هم تاکید میکنم یکی از مهمترین فاکتورهایی که شما برای موفقیت توی بازارهای مالی باید داشته باشید این هستش که شما کانتکست بازار رو درک کنید. توی این چارتی که الان داریم، چارت پوند به دلار هست توی تایم فریم 1 دقیقه‌ای، مشاهده می‌فرمایید از اینجا به بعد ما اینجا یک چاک رو داریم و روند میشه گفت روند نزولی بوده. پس شما اگه بیاد اینجا توی همین پوزیشنی که به ما داده یک پوزیشن لانگ رو بگیرید، احتمال خیلی زیاد استاپ شما خورده میشه. شما بیشتر باید دنبال پوزیشن های شورت باشید مثل همینجا. خب پس ما بدون اندیکاتور دوم هم میتونیم یک سودهایی رو از این اندیکاتور داشته باشیم. برای مثال اگه اینجا یک پوزیشن شورت رو بگیریم، این بالای سوینگ اینجا رو ما با اون استاپ لاس خودمون قرار بدیم و دنبال یک آربار 1 باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم تیپی خودمون رو بزنیم. اگه یک نگاهی هم به کندل ها بندازیم، اینجا مشاهده می‌فهمید که کندل ها کندل های قوی هستن، کندل های نزولی که ما اینجا داریم. یا همینجا هم کندل های با شیب بسیار زیاد و نرو داریم یا همون باریک رو داریم. ولی اینجا اگه بخوایم نگاه کنیم مشاهده می‌فرمایید که کندل های سبز رنگی که داریم کندل های قوی تری هستن. پس احتمال خیلی زیاد ما باید منتظر این باشیم که روند ریورسالی بشه. برای همین اساس تاکید میکنم هر استراتژی که من توی این کانال دارم خدمتتون عرض میکنم شما سعی کنید که بر اساس اصول مختلف پرایس اکشن، ICT، RTM و کندل ها بیاد بررسی کنید ببینید وضعیتمون به چه شکلی هست. خب برای اینکه ما درک بهتری از چارت داشته باشیم میتونیم یک اندیکاتور دیگر رو اضافه کنیم. اندیکاتور G Channel Trend Detection که توسط همین شخص نوشته شده و فعلا نزدیک 1546 نفر از اون دارن استفاده میکنن. اگه اون رو به چارت اضافه کنیم تقریبا میتونیم بگیم که شبیه سوپر ترند هست. و همین ناحیه‌ای که خدمتتون عرض کرده بودم که روند ما روند بیریش یا هم نزولی هست رو برای ما به درستی نشون داده. حالا برای اینکه ما بتونیم دید بهتری رو داشته باشیم اگه به قسمت استایل بریم، اوریج هایی که اینجا وجود دارن رنگ اونها رو 100% کنید، اپوزیتیشون رو، و برای ما دقیقا نشون میده که روند اینجا روند نزولی بوده تا اینجا که روند ریورسال ما شروع شده. خب کاری که انجام میدیم به چه شکلی هست؟ سعی کنید همیشه موقعی که روند ریورسال ایجاد میشه توی ابتدای روند ما بیایم پوزیشن بگیریم. برای مثال اگه اینجا رو بخوایم نگاه کنیم، ما اینجا میتونیم یک پوزیشن شورت رو داشته باشیم و دنبال یک آربار 1 بگردیم. تقریبا همینجا تیپی ما زده شده. حالا ما بالای سوینگ هایی که وجود داره رو باید به عنوان
استاپ لاس خودمون قرار بدیم و این رو هم دقیقا همین ناحیه، یعنی تقریبا توی همین کندل تیپی ما زده شده. اینجا ما یک پوزیشن لانگ رو داریم، ولی همونطور که میبینید جی ترند برای ما روند نزولی رو داره نشون میده، پس ما پوزیشن های لانگ رو نمیگیریم. اینجا ما یک پوزیشن شورت دیگر رو داریم. بالای سوینگ رو مورد استاپ لاس خودمون قرار میدیم و دقیقا توی همین کندل ها اینجا هم مجدد تیپی ما زده شده. خب اینجا هم یک پوزیشن شورت دیگر رو ما داریم، یعنی دقیقا اینجا و بالای این سوینگ. حالا شاید احتمالش هست که شما بالای این سوینگ رو، یعنی یک استاپ لاس خیلی ریز رو شما قرار داده باشید، ولی سعی کنید که استاپ لاس هایی که قرار میدید یک مقدار واید تر باشن. تقریبا اینجا هم مجدد تیپی ما زده شده. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، شما باید سعی کنید ابتدای روند ریورسال ایجاد شده شما بیاد پوزیشن بگیرید. اگه اینجا رو بخوایم بررسی کنیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم کندل های بولیشی که ما داریم کندل های قوی تری شدن و اینجا هم اگه ما بیایم یک پوزیشن شورت رو بگیریم، حالا فرض رو بر این بذاریم که ما اینجا پوزیشن شورت رو گرفتیم، بالای این سوینگ رو استاپ لاس خودمون قرار دادیم و دنبال آربار یک هستیم. اینجا استاپ لاس ما زده شده، یعنی تقریبا توی همین کندل استاپ لاس ما زده شده. بر همین اساس تاکید دارم که سعی کنید ابتدای روند ریورسالی که ایجاد میشه شما بیاید یک پوزیشن هایی رو بگیرید. قبل از اینکه بریم ادامه استراتژی رو خدمتتون عرض کنم، توصیه میکنم حتما کانال رو سابسکرایب کنید و به استراتژی های مختلفی که توی کانال قرار داده شده حتما سر بزنید. استراتژی هایی که واقعا جذابیت های بسیار زیادی رو دارن، بر اساس اصول مختلف پرایس اکشن، ICT، RTM و روانشناسی اومدم استراتژی هایی رو قرار دادم که میتونه برای شما بسیار جذاب باشه. توصیه میکنم استراتژی شخصی خودم رو حتما نگاه کنید که میتونه سودآوری بسیار خوبی رو داشته باشه و بقیه استراتژی ها رو توصیه میکنم نگاه کنید، چون میتونه به ارتقاء سودآوری شما کمک کنه. خب برگردیم به استراتژی و یک نگاه کلی به اون بندازیم. حالا بیایم این رو برداریم. اینجا ما یک سیگنال خرید رو دریافت کردیم و همونطور که میبینید روی جی ترند ما روند ریورسالی رو داریم، پس ما میتونیم اینجا یک پوزیشن بای رو داشته باشیم و پایین سوینگ رو استاپ لاس خودمون قرار بدیم و دنبال یک تیپی یک بگردیم که اینجا همونطور که میبینید تیپی ما زده شده. خب بریم روی چارت طلا و یک نگاهی به وضعیت کلی طلا بندازیم. اگه دقت کنید ما توی روندی که وجود داره یک پوزیشن شورت رو داریم. چرا؟ چون جی ترند نزولی بوده و یک سیگنال سر رو روی توین رنج فیلتر ما دریافت کردیم. اگه اینجا بیایم یک تیپی یک رو قرار بدیم، همونطور که میبینید توی همین کندل ها تیپی ما زده شده. مجدد اینجا یک سیگنال فروش برای ما صادر شده که باز هم تیپی ما توی تقریبا این کندل ها زده شده. دقت داشته باشید این روش برای عمده جفت ارزها طلا خیلی خوبه و برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین میتونه خیلی سودآوری های عجیبی رو به شما بده. خب بریم یه سری به چالش پراپ بزنیم و ببینیم سودآوری اون به کجا رسیده. من همونطور که توی اینستاگرام هم خدمتتون عرض کردم، سعی کنید توی ایامی که واقعا قراره هست که شما فقط دنبال این باشید که لذت ببرید از اون دوران، خیلی دنبال پوزیشن گرفتن نباشید. و بر همین اساس من طی تقریبا 10 روز اخیر پوزیشن خاصی رو نگرفتم. و یک نگاهی هم به هیستوری بندازیم، در حال هیستوری رو بزنم، مشاهده می‌فرمایید که تقریبا آخرین پوزیشن هایی که گرفتم مربوط میشه به 9 روز پیش و فعلا وضعیت به همون شکلی هستش که قبلا بود. اگه یک نگاهی هم به اوورویو بندازیم، پروفیت فاکتور تقریبا 1.35 هست و وین ریتی که ما داریم حدود 70% هست که عدد مناسبی هست. خیلی ممنون از اینکه امروز هم با من همراه بودید. لطفاً
کانال رو سابسکرایب کنید، مطالب رو برای دوستاتون بفرستین و نظرتون راجع به این استراتژی و چالش پراپی که برداشتم حتما به من بگید. شاد و موفق باشید.